با درود از دفتر مرکزی رادیو آزادی به شما بیننده عزیز و بازم در ابتدای یک روز نو و در یک هفته نو با شما از پراگای شالو گلخوجه هستم. صبح بر وقت در روبروی شما. حالا با وقت پراگ ساعت رسو 7 است و در دوشنبه ساعت همین حالا 10 و امیدوارم که حالا آماده هستید تا اینکه خبرهای تازه را از ما بشنوید. گروهی از رانندگان ماشین های برکش از تاجیکستان میگویند بیشتر از یک هفته است که در مرز ترکمنستان و ایران در ماندند و نمیدانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی است. دو نفر از این رانندگان روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی زنگ زده گفتند که بیشتر از 7 روز است که در گذرگاه لطف‌آباد ارتک در ماندن. یکی از آنها گفت که به قلمرو ترکمنستان و سپس راه گرفتن به سمت تاجیکستان هستند و افزود که از ترکیه بر می‌آورند، از آنجا به ایران و سپس به ترکمنستان می‌روند و بعداً از طریق ازبکستان به تاجیکستان می‌رسند. مصاحبان رادیو آزادی گفتند که ماشین‌های برکش ایران ترکیه نیز عین احوال را دارند و منتظرند که کی به آنها اجازه عبور می‌دهند تا مال مسکوتی وارداتی را به تاجیکستان برند. خب ترکمنستان از پوشیده‌ترین کشورهای جهان به حساب می‌رود و هیچ گونه چنین مسائل را شرح نمی‌دهد. از این رو مشکلات در حرکت ماشین‌های باربر که ترکمنستان بعد فرصت کوتاهی از آن پیش آمد که امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به اشخابات سفر کرد و با قربانگلی بردیمحمد رئیس جمهوری ترکمنستان ملاقات داشت. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که در روابطشان مشکلات احیانا پیش آمده است. تاکنون بین دو کشور بیشتر از 70 سند همکاری به امضا رسیده است ولی تجارتشان نوچیز است. سال 2017 گردش مال بین تاجیکستان و ترکمنستان کمتر از 40 میلیون دلار را تشکیل داده است. رو می‌آوریم به روسیه. گروهی از مردم خیرخواه یک جوانی بیماری تاجیک را که 4 سال باز نزدیکانش از او خبر نداشتند از گاراژ نیمه خراب در روسیه پیدا کرده و به تاجیکستان فرستاده. آرزو تورخانوف ساکن 32 ساله محله بوربا در شهر کولوب را که خاطرش را گم کرده است با مساعدت مهاجران تاجیک و سفارت تاجیکستان در روسیه روز 2 سپتامبر به زادگاهش فرستادند و به دست خویشاوندانشان سپردند. غیرت مامورov ساکن شهر خوجند که سالها باز در روسیه به حیث بریگادیر در ساختمان‌ها کار می‌کند روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت آرزو رو که خاطرش رو قسما گم کرده است بعد از آن پیدا کرد که با او گفتند یک جوانی بیماری تاجیک در یک محله نزدیک به جای کاری آنها احوال بدی دارد و سرسان و سرگردان می‌گردد. آرزو تورخانوف تاکنون در ولایت مسکو بوده است. به قبل غیرت مامورov برای پیدا کردن این جوان به محل زیستش رفت که جای وحشتناک و برای زندگی کاملا نامناسب بود. بعد مراجعه غیرت مامورov به سفارت و کنسولگری و از جمله احمد ابراهیم یکی از نمایندگان خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه او عکس آرزو تورخانوف را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک گذاشت و از کاربران دعوت کرد که در شناسایی جوان برایش کمک کنند تا او را به نزد خویشاوندانش برگرداند. خود احمد ابراهیم در فیسبوک نوشت که بعد مراجعه آنها جوان با نام نورعلی فتایف که همسایه آرزو تورخانوف بوده است او را شناخته و در پیدا کردن محل زیست و خویشاوندانش کمک کرده است. با نوشته احمد ابراهیم سفارت در مدت کوتاه سندهای بازگشت آرزو تورخانوف را درست کرد تا او را هر چه زودتر به نزد خویشاوندانشان برگردانند. غیرت مامورov میگوید این جوان را در گذشته میشناخت چون در یک ساختمان در همسایگیش کار میکرد اما نمیدانست که او از کجا است و خویشاوندانش کی هستند. خود او هم بغیر از مادرش دیگر کسی را در یاد نداشته است. بعد دعوت طبیبان برای معاینه آرزو تورخانوف اونها گفتند که کم غذایی احوال بد زندگی ظاهرا سبب از دست دادن خاطره جوانی تاجیک شده است و ممکن است با مرور زمان خاطره او برگردد. پول بلیط آرزو را مهاجران تاجیک روز جمعه بعد از ادای نماز در مسجد در ولایت مسکو جمع آوردند. سیف الله فیض‌الله یکی از همسایگان دیگر آرزو تورخانوف به رادیو آزادی گفت که روز 2 سپتامبر آرزو به دست خویشاوندانش و خواهر کلونیش در فرودگاه کولوب سپاریده شد و الان در نزد مادرش قرار دارد. و رو میارم به خبر جهانی. رسانه‌های ژاپن و ژاپن نوشتند که بزرگترین شرکت عمده فروشی این کشور به قطع واردات اشیاء خام ایران آمادگی میگیرد و این عمل سر از ماه آینده تطبیق خواهد شد. خبرگزاری ژاپنی 3 سپتامبر گزارش دادند که این تصمیم بعد از آن گرفته شد که آمریکا تحریم ایران را برقرار نموده هشدار داد که سر از ماه نوامبر شرکت‌های همکار با بخش صادراتی نفت و نظام بانکی ایران نیز مورد تحریم قرار میگیرند. ژاپن با واردات نفت خام از خاورمیانه وابستگی شدید دارد تا 80% واردات نفت این کشور از خاورمیانه میآید. ماه آگوست شرکت فرانسوی توتال هم رسما همکاری با ایران را قطع کرد تا از تحریم آمریکا خلاص شود. تحریم آمریکا با وضع اقتصادی جمهوری اسلامی تاثیر منفی گذاشته اعتراضهای مردمی حکومت ایران را زیر فشار قرار داده.
و برمیگردیم به تاجیکستان. کرامت صادق و مالک شرکت ازیاتور و شهروند تاجیکستان که در آغاز امسال بوده و یک صاحبکار چینی از طرف آژانسی ضد فساد کشور بازداشت شده بود به 8 سال زندان محکوم گردید است. حکم کرامت صادق و هفته گذشته در دادگاه شهر دوشنبه قرائت شد. محاکمه او از روی قضیه‌های دیگر در دادگاه ادامه دارد و معلوم نیست حکم او از این طولانی‌تر خواهد شد و یا در شکل حاضرش خواهد ایستاد. افزود هم صحبت 9 فеврали имсол бар асоси аризаи шикоятии молики ширкати ленхоа ва маркази фарҳангии хитой дар тоҷикистон ҷенхоа боздошт шуд. ин соҳибкори чиноӣ содиқоваро дар тақаллуби ҳуҷҷат ва аз даст рафтани корхонаи истихроҷи сурмааш бо арзиши $1 миллион айбдор кард. дар ин баҳс тарафи севум Орионбонк низ буд. مسئولین شرکت لنخواه ادعا کردند کارخانه استخراج سرما که در موضع چایرقدران شهر گلستان ساخته شده بود مورد غصب ریدری قرار گرفت. از کرامت صادق و با یک مکتوب کفالتی تقلبی از اورionbank نزدیک به 1 میلیون سومانی قرض گرفته آن را برنگردانده است. در نتیجه بانک پرداخت قرض این شرکت را از این شرکت طلب کرده است، گفته بود صاحبکار چینی جنخواه. اما خود کرامت صادق و در صحبت قبلیش با رادیو آزادی این ادعای صاحبکار چینی را کاملا رد کرده، گفت که برعکس از همکاری با این صاحبکار زیان دیده است. تقدیر کارخانه سرماکی سبب اصلی بحث میان شرکت لنخواه، اورionbank و ازیاتور گشته بود. مورد غصب ریدری، مالکیت خانه و منزل و بیزنس در تاجیکستان از هر وقت بیشتر صدا میدهند. مطبوعات محلی تا حداقل 5 سال اخیر در مورد قضیه‌های مربوط به شبکه‌های فروشگاهی اوریما، بازار اینوم در شهر توز، بازار سامان در شهر بوستان ولایت سوخت مطلب گزارش‌ها پخش کرده بود که گفته میشد این تجارت‌ها مورد غصب ریدران قرار گرفتند. صاحبکاران تاجیک بعد از تلاش‌های بی‌ثمر بازپس گرفتن مالکیتشان دلسرد شده معمولاً از آن دست میکشند. اما سرمایه‌گذار چینی در صحبت قبلش با رادیو آزادی گفته بود تا با آخر برای برگرداندن بیزنسش در تاجیکستان تلاش خواهد کرد. و یک خبر ورزشی هم داریم. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین‌المللی که از 1 تا 12 اکتبر امسال در شهر دکای بنگلادش برگزار می شود شرکت می ورزد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه بین‌المللی به جز منتخب تاجیکستان تیم‌های ملی فیلیپین، فلسطین، بنگلادش، نپال و لاوس اشتراک می‌کنند. دسته‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند. به گروه A تاجیکستان، فلسطین، نپال و به گروه B فیلیپین، بنگلادش و لاوس داخلند. بر اساس دستور مسابقه از هر گروه دو دسته به نیم فینال برای در مرحله پلی آف بازی از روی سیستم المپیک صورت میگیرند. یعنی دسته مغلوب شده از حق ادامه این بازی محروم میگردد. با گفت سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان حکیم فوزایل 27 مارس امسال بعد باخت در شهر منیلا و محروم شدن از حق شرکت در قسم نیمه مسابقه از مخلصان دسته عذرخواهی نموده از وظیفه‌اش استعفا داد. ولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا حالا سرمربی نوی دسته منتخب ملی فوتبال کشور این چنین هیئت منتخب تاجیکستان را برای شرکت در مسابقه بین‌المللی بنگلادش اعلان نکرده است. خوب بیننده عزیز، خبرهایی بود که من خواستم به سهم شما در این صبح بر وقت و در صبح بارانی پراگ برسانم و امیدوارم که در تاجیکستان امروز هوا آفتابی است و در هر گوشه دنیایی که شما هستید اونجا نیز هوا خوب است و صحتی شما نیز خوب است و شما با تب بالیده به کار و به درس خودتان شروع میکنید. ولی اگر میخواید خبرهای از این بیشتر رو بفهمید، البته خبرها از این بیشتر هم هستند، پس رو بیارید به سامانه ما www.azadi.org که اونجا همکاران ما خبر گزارش‌های زیاد رو میگذارند. همچنین نوارهای دیدنی ما در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب هم گذاشته شده است که طور شما هم میبینید. ما شبانه روزی در اونجا گزارش‌های نو را از حیات مردم تاجیکستان و جهان پیشنهاد شما میکنیم و همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های مخصوص خود را دارد، از جمله در اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیکی که همه روزه طور ما میبینیم. شما از اون شبکه‌ها هم دیدن میکنید و خبرهای ما را تماشا میکنید و نظرهای خودتون را هم مینویسید. البته ما هم تلاش داریم که هر سوالی که شما برای ما میدید ما در جریان روز و بعد در برنامه‌های بعدی نیز به این سوال‌های شما پاسخ بدهیم. و طوری هم ما دیدیم در این طولی که 2 روز بیننده‌های عزیز در سامانه ما بودند، آنها بیشتر درباره همون بند موندن ماشین‌ها در مرز برای ما درخواست فرستادند و ما تلاش میکنیم بازم در جریان روز این مسئله را دنبالگیری کنیم و من بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم شما را منتظر میشوم با خبرهای بیشتر.